سلام خدمت همراهان و مخاطبین چنل یوتیوبی دل پادکست. خیلی خوشحالم که یه بار دیگه و با یه کتاب دیگه در خدمتتون هستم. تو این قسمت داستان کوتاه 3 قطره خون اثری مرموز از صادق هدایت رو با هم میخونیم. من عادل رضایی هستم و شما شنونده دل پادکست هستید. اگه به شنیدن کتاب‌های صوتی علاقه دارید لطفاً چنل دل پادکست رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو روشن کنید تا نوتیفیکیشن هر پست براتون ارسال بشه. اینطوری ما رو دلگرم حمایت خودتون میکنید. خیلی ممنونم از همتون. دیروز بود که اتاقم را جدا کردند. آیا همانطوری که ناظم وعده داد من حالا به کلی معالجه شدم و هفته دیگر آزاد خواهم شد؟ آیا ناخوش بودم؟ یک